کافی شاپ رفتن و هات چاکلت خوردن هستین؟ میخوام بهتون خوشمزه ترین هات چاکلت آموزش بدم. دو لیوان شیر رو میریزیم داخل ظرف، پودر کاکائو الک شده، پودر قند یا شکر رو بهش اضافه میکنیم، نشاسته ذرت. حالا هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. وانیل و پودر دارچین رو میریزیم که یعنی عطرشو عالی میکنه. یک دست که شدن میذاریم روی شعله گاز داغ داغ بشن. حالا اگر دوست داشتید یه قاشق نوتلا و شکلات بهش اضافه کنید. حل که شدن شعله رو خاموش کنید. یه قاشق خامه صبحانه رو با موادتون مخلوط کنید. یک دست که شد اضافه کنید به هات چاکلتتون. به همین راحتی آماده میشه. غلظتش بستگی به خودتون داره. فقط نذارید غلیظ بشه که یکم که خودش رو بگیره چون نشاسته داره سفت میشه. به همین راحتی شما میتونید کم هزینه ترین و خوشمزه ترین هات چاکلت رو نوش جان کنید. درست کنید که الان وقتشه.